تصور کن صبح از خواب بیدار میشی اما آسمون کاملا تاریکه، سرده، خیلی سرد، نه طلوعی هست نه گرمایی و نه حتی سایه‌ای. خورشید خاموش شده. حالا چی میشه؟ آماده ای که ببینی تو چند روز آینده زمین چه بلایی سرش میاد؟ جالبه بدونید که توی 8 دقیقه اول بعد از خاموش شدن خورشید هیچ چیزی تغییر نمیکنه. میدونید چرا؟ چون نور خورشید 8 دقیقه و 20 ثانیه طول میکشه تا به زمین برسه. تا این زمان همه چیز نرمال به نظر میرسه. اما بعد از 8 دقیقه ناگهان همه جا تاریک میشه. آسمون شب میشه وسط روز. ما چون با آفتاب نور خورشیده دیگه نور نداره. پس وحشت بی نهایت شروع میشه. بعد از چند ساعت دمای زمین شروع به سقوط میکنه. اول فقط سرد میشه مثل یه روز زمستونی، اما گرمای سطحی زمین کم کم از بین میره. 3 روز بعد دمای سطح زمین به 0 درجه میرسه. مناطق گرم مثل استوا هم منجمد میشن. گیاها فتوسنتز نمیکنن، پس اکسیژن جدیدی هم تولید نمیشه. 1 هفته بعد این دمای زمین به منفی 18 درجه میرسه. حیوانات شروع به انقراض میکنن. شبکه‌های برق و تکنولوژی از کار میافتن. یخزدگی سوخت، پنل‌های خورشیدی بدون انرژی. 1 سال میگذره. دمای سطح زمین به حدود منفی 75 درجه میرسه. جایی که اگه 3 درجه دیگه هوا سردتر بشه، کربن دی اکسید جو به صورت منجمد از جو جدا میشه. اونجا اقیانوس‌ها یخ میزنن. تنها نجات یافته ها زیر دریاها یا پناهگاه‌های حرارتی زیرزمینی زندگی میکنن. جو زمین هنوز هستا ولی بی استفاده شده و دیگه داریم روزایی رو زندگی میکنیم که میشه آخرین روزای زندگی بیولوژیکی توی زمین و این به این معناست که دیگه هیچ انسانی، حیوانی، گیاهی، هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداره. پس زمین کارش تموم شده. از این ویدیو ما نتیجه میگیریم که خورشید فقط یه توپ آتیش نیست، بلکه یه منبع حیات کامله. خاموش شدنش نه تنها به معنی پایان نور، بلکه پایان حیات بیولوژیکی، گرما، انرژی، فتوسنتز، چرخه آب و حتی تنفسه. به نظرت اگه بشر از قبل میدونست خورشید قرار خاموش شه، آیا میتونست زنده بمونه؟ توی کامنت ها بنویس که تو چی کار میکردی اگه این اتفاق بیفتاد. و اینکه یادت نره سابسکرایب کنی، چون قراره با هم بریم به جاهایی که هیچ کس نمیره، حتی نو.